انسان صاحب عقل است. خداوند به او عقل داده است. از همه عقلی که خداوند داده است زیاد نه، کم ترکش را کار فرماییم. التماس کم کش را کار فرماییم. همین گونه منظره ها پدید نخواهد آمد. ببینید اینجا جنگل نه، اینجا یک جای دور نه، اینجا لبی دریای دوشنبه معروف به دوشنبینکه است. اینجا در آن طرف دهه یک جایگیر است و اهالی این دهه در لب دریا پرتوهای خود را پرتافتند و با پرتافتنشان نگاه نکرده باز لب سر دادند که دود غلیظ و زهرناک آن با آسمان برخسته این طرف جایی که اهالی زندگی میکنند. من اینجا بناهای بلندآشانه همه اینجا اهالی زندگی میکنند به این طرف آمده ایستاده است. خیلی خیلی منظره نگرانی کننده. باز گردی آن کودکان خرسندانه هر چی را پرتافته علف بازی دارند. نمیدونم اصلا برای چی این پرتاب ها رو در لب دریا پرتافتند و بعدم باز برای چی علف سر دادند. نمیدونم تا چه اندازه چوره اندیشی کرده می شود، ولی در همه حالت انسان باید عقل و ادراک خود را کار فرماید. اینجا گناهکار اساسی کیست من نمیدونم، لیکن باید که ما شهر خود را تازه و آزاده نگه بداریم. از هر گونه غلیظی ها، از هر گونه دودهای زهرناک باید که احتیاط بکنیم. دوستان عزیز این چگونه رفتار است؟ این کودکان پدر و مادرشان خبردار باشند. دوستان در لب دریاها پرتابها نپرتایید، علف سر ندهید. اینجا پایتخت است. من اینجا راهروها را کردن که مردم شامگاهی برایند سیر کنند. این منظره همه را ناراحت میکند. باور بکنید زیاد نه، کم ترکش را کار فرماییم. اما عقلی رایگان داده شده را دوستان عزیز من التماس باقی قضاوت از خود شما.